سلام، نیکولو هستم. امروز پنجشنبه 11 مهر 1403 هست. ساعت دقیقا 5:20 صبح با یه مجموعه تحلیلی دیگه در خدمتونم. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. خب بچه ها، این یورو اس تایم فریم 1 ساعت آخرین چارتی که من گذاشتم اینجا بود. یعنی حرف از این شد که این کینگ، این باکس، یعنی 1.11.837 که ازش اینجا نوشته، این باکس قرمز شورت داره. تیپی مونم اینجاست. عشان توضیح دادم، گفتم اینجا یه این گلف تارگت ندیده هست توی این سواپ و اینجا شورت داره. تیپی مونم که 1.89.89.55. ولی همینطوری که میبینید زد اینو. چه اتفاقی افتاد بچه توی RTM؟ شما فرض کنید که این یه فلگ لیمیته. من یه ذره کوتاه ترش میکنم. شما فرض کنید یه فلگه، این هم کینگ MPLش فرض کنید داخلش. اوکی، شما میگی من اینجا شورت میکنم، تیپی من اینجاست، تیپی شورت من اینجاست. خیلی اوقات میبینیم میخوره به با این فرض که این بالای این فلگ خودش FO باشه، یعنی این گلف نباشه، این گلف باشه میفته پاز بعدی، اینو میزنه به راحتی، میره پاز بعدی، از پاز بعدی میریزه. با این فرض که این بالا خودش FO باشه، این فرض مهمترین گزاره این جمله 1 دقیقه منه. میاد میخوره به این، میاد به تیپی شما، یعنی تیپی شما رو میده. اوکی، خیلی اوقات بازم با فرض این که این بالا خودش FO باشه، این گلف نباشه، یعنی این بالا خودش FO به جای درست خورده به کینگ MPL فلگ قبلی یا دیپیش، میاد اینو ایگنور میکنه. بازم میگم با این گزاره قطعیت که این بالا خودش FO، این گلف نیست. اگه این گلف باشه دیگه ایگنور نمیگیم ما به این. میاد اینو میزنه، این بالا خودش FO، میاد اینو میزنه، بهش احترام نمیذاره. یعنی با اینکه این فرش بوده، همه ویژگی شورت گرفتن رو داشته، میاد اینو ایگنور میکنه. به این میگیم ایگنور لول. تا زمانی که قیمت بالای این کینگ هست بای داره این باکسه که الان من میکنمش آبی، مثلا بای داره، میره بالا میاد پایین، دوباره بای داره، همینجوری. اوکی، حالا فرض کنین که این مثلا یه بالا، 2 تا بالا، 3 تا بالا این باکس آبی خودشون نگه داره و حالا بریزه. حالا در صورتی که این باکس آبی نقض بشه، خودش دوباره یه گره میسازه. این گره حالا شورت داره. یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه PA بده، خروج پیدا کنه از این باکس آبی، شما تو رجعت به این باکس آبی دومی پایینیه میتونی شورت بگیری با همون تیپی سابقت. یعنی تیپی شما تغییری نکرده. ما به این میگیم ایگنور لول. بچه میدونم سخته شاید واقعا، ولی چیزی که میخوام بگم اینه. من هم توی کامیونیتی کردم، رفرنس ها رو توی یوتیوب بریم ببینید، کامیونیتی کردم. هم کانال خود زئوس رو، هم یه کانالی هست به نظرم بهترین رفرنس های RTM رو جمع کرده تو خودش، هم کلی ژورنال توشه. یعنی شما واقعا مجانی بدونی که ریالی پرداخت کنی میتونی بری یاد بگیری. من دارم به شما رفرنس شما معرفی میکنم. واقعا میتونستم این کارو نکنم، بیام برای شما صحبت کنم، یه کانالم بزنم، 20 نفر 30 نفر جمع کنم، نفری 10 میلیون 5 میلیون 10 میلیون بگیرم ازتون. رفرنسش هم معرفی کردم، ولی واقعا نمیدونم چرا مثلا ویدیوی 37 دقیقه من 3 دقیقهش دیده میشه، در صورتی که مو به مو اون چارت اتفاق افتاده. بریم ببینین، بریم ویدیوهای زئوس رو بریم ببینین، بالغ بر 300 ساعت ویدیوه دیگه. من نمیدونم، همه میان خودشون رو پروموت میکنن، من دارم میگم با بریم ویدیوهاشو بشیم، حتی یه بارم شده بشیم ببینین. یعنی یه دوره منتورشیپ، حل و تمرین داره، لایو ترید داره، بالای 300 ساعته. چی میخواین دیگه؟ بس این ایگنور لول. حالا اینجا رو ببینیم. این کینگ MPL ما بوده، خودش به جای درست خورده بوده، یعنی به دیپی درستی تا این فریم پایین تر خورده. میبینید فرشترین نقطه بازار بوده. اینجا هم یه این گلف تارگت ندیده بودی، یعنی به شما چشمک میزده که آقا اینجا شورت داره، ولی میبینید اومد
اومد پرتش کرد بیرون. خب این میشه اون این باکس آبی که این خطا رو مرتکب شده، اومده این کینگ رو زده و ببینید این کینگ اینقدر محکم بوده کلا این کندل رو تایم فریم 1 ساعت خالی کرد. این باکس آبی این فلگ لیمیت اومد ایگنور کرد. حالا من این باکس رو در یه هفته است کشیدم. حالا ما منتظریم که یا بالا این خودش رو تثبیت کنه یا بیاد زیرش. یه بالا دیگه داد، این خودش این گلفه. توی ویدیو همون ویدیوی 37 دقیقه قبلی گفتم شما حوالی این که داری سقف میری به سقف میرسی. منطق RTM یعنی خدا شاهد دارم میگم خیلی راحته منطقش. یه سری ریزه‌کاری داره، من الان نمیخوام بگم 100 رو ریزه‌کاریش مسلطم. منطق کلیش یعنی شما بخوای متوجه شی من دارم تو این ویدیو چی میگم، واقعا کارش بگم 10 روز 15 روزه. همون تحلیل تکنیکال کلاسیک آقا کف سقف بالاتر. حالا من اینجا کجا شورت بگیرم؟ خب اوکی این سقف این کفه اومده های زده دیگه. اول صبر کن میخوای شورت بگیری دیگه. اول میخوای یعنی مطمئن شی که آقا این روند سعودی عامیانه تموم شده. اول صبر کن این کفه زده شه. اوکی. حالا صبر کن یه بالا بده. اوکی. سری اگه تو خودت میتونی الان اینجا شورت کنی، این خیلی اوقات پیشو به شما تریک میزنه، کلک میزنه، این کفه رو میزنه میاد از سقف بالاتر میریزه. من اینو بارها دیدم. حالا چیکار کن؟ چون پاک شد کلا. حالا چیکار کن؟ برای اینکه خیلی فری ریسک در باشی و اصلا یه ستاپ اورجین به اورجین معامله کردم. اول اینکه این کفه رو زد، این کفی که اینجاست اینو زد، یه بالا داد، وقتی زیر خودش رو زد اینجا بزن زیر گوشش. همین دیگه رو بیت کوین پیش میاد الان، یا روی یورو میبینیم به چه مثل حلوا جواب داده. وقتی دوباره زیر خودش رو زد اینجا روی ام پی ال سوار شو و کل اون روندو برو تا کجا برم. من فرض میکنم تو تی پی آر هم نمیشناسی این مسیر چجوری میره. این مسیر رو پایین رو دوباره اینجوری میره دیگه. یک کف میزنه یه سقف میزنه، یک کف میزنه یه سقف میزنه، یک کف میزنه یه سقف میزنه تا جای پوزیشنتو نگه دار که اول بیاد این سقف رو بزنه، بعد یه پایین بده، بعد بیاد این سقف رو بزنه. یعنی یه پیپت اگه این سقف رو زد ما بهش میگیم پی ای معکوس دیگه. شما پوزیشنت میبندی دیگه، میگه آقا اینجا تارگت بود، من تو لحظه بازار متوجه نشدم. اینجا پوزیشن شورت تو میبندی. این یه ستاپ خودش خیلی به نظرم چیز الان ساده ام از، یعنی من RTM صحبت نکردم اصلا. تحلیل تکنیکال کلاسیکه، منطقش رو بریم بشین یاد بگیریم. اینجا پس این باکس آبی ما که ایگنور کرده بود کینک ما رو زده شد. بریم پایین تر. اینو فلگ من اینو پاک کنم چون تو لینکدین گذاشته بودم. اینو میارم اینور. اینو فلگی بوده که ببینید از این باکس آبی ما خروج پیدا کرده بالا. ببین من همیشه تاکید میکنم شما اگه میخوای روی این فلگ لیمیت که اینه شورت بگیری، شما اولین کاری که میکنی باید تایید بگیری که این بالا این های این فلگ لیمیت خودش به جای درست خورده. این فلگ قبلیشه که دی پیش میشه، اینم ام پی الش بوده خورده به ام پی الش، یعنی به جای درست خورده. این اگه این گل فود میومد از اینجا یا از اینجا یا یه جای دیگه میره، این استاپ شما رو میزد. اوکی این فلگ شما این کینک ام پی ال شما، این اگه هر جایی بره بازار باید برگرده کینک اینو برداره. به این قشنگی رو تو لینکدین هم گذاشتم. برگشت و حالا دیگه شما میگه روند نزولیه، دوباره همین ستاپ اینجا رو کار میکنه. اومد زیر خودش رو زد، باید بیاد اینجا سفارش رو برداره. تی پی شما کجاست؟ بای دیفالت همون 1.80 بود. چند بود من گفتم؟ تی پی شما اینجاست. یعنی میتونی اینجا پوزیشنتو فرض کنیم بگیری روی 10.745 تا اینجا میشه چند پیپ؟ تقریبا 150-60 پیپ. بریم نزدک. نزدک هم اومد توی واچ لیست من. بیایم 2 ساعته. خب این 2 ساعته نزدک پایینش که میبینید این گلفه. پایینش این گلفه یعنی چی؟ یعنی به شما یک گرایی داره میده که آقا من روند اصلی من تو این تایم فریم این سمته، به سمت پایینه. حتی اگه بره سقف بزنه مثل یورو که الان صحبت کردیم، ما تو الیوت هم داشتیم اکسپندد فلت ها. این میشد رگولار، یعنی سقف اینو نمیزد میریخت. حالا میشه ایرگولار، یه سقف میشه رگولار، معذرت میخوام، سقف اینو میزنه اینم کف اینو میزنه. الان اینجایی که شما باشی، شما اگه خیلی الیوتیست خفنی باشی، اینجایی که هستی
بعد از اینجا فرض کن یه موج ایمپالس، یا آقا بازار پایین داره، رو همین نزدک روی 18,000 بود دقیقا. اینو مو به موشو من توی کانال تلگرام گذاشتم، میذاشتن بچه ها میدیدن. اینجا قشنگ شما مطمئنی بازار پایین داره. ساختاریه که اینجا شما نمیتونی بگی، اینجا این نقطه‌ای که اینجا هستی نمیتونی بگی اسل کارکشن تموم شده، باید اینو پاس کنه. اینم تقریبا یه همچین لاجیکیه. این گلف و اف او نمیدونم این داستانایی که من دارم میگم. حالا شما فرض کن اصلا این چیزا رو نمیدونی، این شک داری اینجا انتهای کارکشنه. این دوباره نگاه کن خودش به صورت یک کارکشن اومده. یعنی چی؟ اینجا بالاخره یه هایی بوده دیگه، بعد بازار وارد یک کارکشن شده. کارکشن یعنی فاز اصلاحی. این اگر انتهای کارکشن بود، انتهای فاز اصلاحی بود، نباید بعدش دوباره به صورت یک ساختار اصلاحی می اومد. بعدش دوباره به صورت ساختار اصلاحی اومده. یعنی چی؟ یعنی این خودش این همه که این دست و پا زده بخشی از اینه. یعنی چی؟ دوباره مجدد الگوی پساژ همین شماتیکی که من کشیدم. حالا کجا میریزه؟ کجا این داره دست و پا میزنه از اینجا بره کجا؟ داره میاد بیاد اینجا 2489 اینجا اورجین ما بوده. میگم این ستاپ اورجین به اورجین، با اینکه آرتیه میگه زئوس میگه، من چه صدام خشدار شد. اصلا ستاپی نیست، تحلیلیه، ولی این یه ستاپ خودش. اورجین یه هایی ساخته شد، اومد این هایی که تو این تایم فریم فرزن بالاترین لویی که بالاترین هایو زده رو زد، یه بالا داد. اینو شما بخوابون تو آب نمک تا به وقتی که بهش رسید. الان وارد اورجین شده، ولی هنوز به کینگ ام پی ال اورجین کینگ من دیگه تا 1 ثانیه ریفاین کردن، نیازی هم نیست واقعا. من اینو به خدا بیشتر یک برای اینکه ببینم آیا جواب میده شما. مثلا خب شما روی این میتونی 5 لات یه دفعه بگیری، 10 لات بگیری رو این کینگ، اگر این منطق جواب بده. یعنی دست من انقدر گرم شه که این 0.02% روی نزدک. بعد ریوارد شما بچه ها چقدره؟ یکی این که من میخوام دستم گرم شه، یکی پشت بازو گرفتم واقعا برای پرایس اکشن کارو. من به عنوان یک کسی که اصلا پرایس اکشن صفر در حدی که من ATH نمیدونستم یعنی چی. پشت بازو گرفتن این تقریبا 16%. بیا بهشون میگه منطقتون خیلی منطقه راحتیه. حالا شما بیا رو الیو، من 4 ماه کار کردم رو آرتیه که پرایس اکشن پیشرفته است، راحت هم نیست خیلی. حالا شما 1 سال وقت بذاری، نه 4 ماه، بیان رو الیوت، نه تایم فریم 1 دقیقه، بیاین تایم فریم مثلا 4 ساعته. اگه شما 10 تا تریگر دادی 4 تاش خورد به تی پی، من میگم آقا اوکی، الیوت هارمونیک هم خیلی راحت بوده. شما روی میتونید 10 لات دفعه بگیری. اصلا ماهیت این ریفاین کردن همینه دیگه. این داره میاد اینو برداره. بیایم 5 دقیقه اینجا امروز استاپ منو زد 20 شرف. اینجا بود، الان پاک کردم. اینجا خورد به اف او، اینجا اف او شد که اومد این به این شکل اومد اف او شد. من گفتم اوکی، من اینجا شورت گرفتم، گفتم اوکی میاد زیر خودشو میزنه بعد میره به بالا. من اینجا شورت میگیرم، تی پی 1 هم میذارم اینجا. قشنگ دیدم اومد، قشنگ ستاپ من پوزیشن من رو برداشت تا اینجا اومد. خدا شده خواب بودم، بعد بلند شدم دیدم زده. این بالاش که قطعه، زمین پاک کنم، بالاش که قطعه به یقین این گلفه. 30 دقیقه بیه این بالا، این گلفه اوکی. پایینش هم این گلف، پایینش اگر میخورد به این میشد اف او و این چه بهتر. من اینجا بای نمیکردم، ولی اگر میخورد به این من گفتم این بالا این گلف اف او، حالا اینجوری حرکت میکنه احتمالا میاد اینو این گلف میکنه دوباره اف او میده. میتونه بیاد اینو برداره، همین شماتی کشیدم، یا میتونه اگه بیاد اینجا، من اینجا بای میکنم با تی پی اینجا، یعنی بشه این گلف اف او، اینم اف او آخرش که تموم میشه مارکت. اینم نزدک. آزی هم بچه ها من منتظرم این زدش، همین چیزی که الان من گفتم روی یورو ایگنور لول ها، اینم عیناً همون بود دیگه. ما هم اینجا رو آزی دلار شورت کردیم، ایگنور کرد ما رو. این من منتظرم یا این باکس قرمز که ایگنور کرده این MPL ما رو، این فلای بیاد زیرش،
یا بالاش بمونه، احتمالا میاد اینو میزنه و برمیگرده. هنوزم نزد، البته این هنوزم این گلف بره بزنم میشه این گلف، ولی اگه بیاد بخوره تو دل این برگرده اون موقع داستان عوض میشه، بیاد زیر این آپدیت میشه. یورو هم گفتم. بیت کوین بیایم یک ساعته این فلسفه‌ش این بود الان میگم. اینم بیت کوین. چی بگم در موردش؟ این گلف تارگت ندیده اینجا بوده و اینا واکنین های گفتم همه رو. هیچی اینجا من میگیرم. اینا بچه همه سوری ها، اینا میخوام من فقط کشیدم برای اینکه ببینم رفلکس بازار بهش چجوریه. اینا رو کاری نداشته باشی. اینه دوباره توضیح میدم من. ببینید اینجا خودش این گلف یعنی چی؟ یعنی اینکه میری شما از یه بابایی میرید دنبال آدرسی میگردی، میری تو کوچه یه نفر رو میبینی میگه آقا من منزل حسن رو میخوام. حسن با انگشت اشاره میکنه میگه اون خونه است. این داره با انگشت اشاره میکنه میگه من حسن نیستم، حسن اینجا. این به این میگه. شما میای اینجا که میای میبینی که خب اوکی این باید خودش اف او باشه دیگه، کارت ملیش به نام حسن باشه. میبینی اینم داره میگه که من حسن نیستم. اینم میبینید توکه زده بیرون دیگه. تو کوچه‌ای که 3 تا خونه باشه 2 تاشون بگن ما حسن نیستیم، شما یقه اینو میگیری دیگه، میگی خودتی بی انصاف بی بیرون. پس اینه 66 222. دوباره شما از کجا میفهمی؟ این باکس هم برای این کشیدم. شما از کجا میفهمی که بچه دیگه روند تموم شد، داستان بیت تموم شد؟ شما چیزی که من ستاپ همین که الان روی یورو گفتم میره اون کفی که میره هایی میزنه، شما توی این اگه نگاه کنی این باکس سبز هر جایی که قیمت خواسته بیاد پایین زیرشو گرفته. میبینید یه بار اینجا، یه بار اینجا، یه بار اینجا. پس ما میگیم این دی پی این حرکت بوده و مهمتر دی پی شکست این اسن‌ها، این مقاومت. یعنی اینجا اینا تصمیم گرفتن که بیان اینو بزنن. نقدینگی پشت این همه اینا همه سلر بودن دیگه. نقدینگی اینو بندازه پایین، بگیره بندازه پایین. پس این زدنش، این گلفش، هانتش، هر چیزی درگیر اسامی نیستم، برای ما مهمه و زده شده. این به شما میگه که احتمالاً وقتی که این دی پی دیسیژن پوینت حرکت سعودی بوده وقتی نقض میشه یعنی که داستان تموم شد. حالا من میگم من منتظرم واقعا هر جا بره، بیاد پایین بره بالا. من اینجا 3 برابر اون پوزیشنی که رو سقف گرفتم، اینجا مثلا استاپ من گفتم اون سری میگم من خدا شاهده یکیش اینجا 700 من. ریوارد من چقدره؟ اولین ریوارد من اینجاست تقریبا 33%. اولین دلیل من که اینقدر دارم اینو ریفاینش میکنم اینه که ببینم آقا این کار میکنه، تو 10 تا چند تاش کار میکنه. میگم این خیلی تاثیر بزرگی داره. شما میتونید روی این 5 لات بیت کوین بگیری اگه واقعا این کار کنه. رو 5 لات میشه $200. الان اینجا ببینید دیگه، اینجا اگر بای من بخوره میشه $9,100، $9,120، تقریبا $40. چقدر؟ $50. چیز منه، ریسک منه، یکم پشت بازو گرفتن همین فقط صادقان. اینم بیت کوین دیگه، چیزی نداریم. دلار هم که کاری نداریم. بیای بورس خودمون. همسترم بگم بچه، اول من اصلا کلا از این دنیای کریپتوکارنسی هیچ اطلاعی واقعا ندارم، اصلا نمیدونم به خدا این هیچی نمیدونم واقعا. فقط من از کریپتوکارنسی بیت کوین رو میشناسم، اونم فقط میگه بیام سل بای. همین این همه سره. این همه کانالی که شما دیدی مثل قارچ سبز شد تو عرض 3 ماه. من میبینم کانال در مورد همستر داره صحبت میکنه، مانیتایز کرده، 15K سابسکرایب داره کانال من و امثال من. بعد 1 سال 400 تا. بعد ما میگیم چرا آخوندا به ما حکم فرمان؟ خدا داشت مرکل که نباید بیاد که شما دنبال پول مفتی. دیدی چقدر داد به ملت؟ $2 داده به یارو، هر روز شب تا صبح میزده روش $2 $3 داده. حالا این چی میخوام بگم در مورد این؟ من دارم واقعا یه پلن چیندم برای خودم ماکسیموم. اولا این دیگه خیلی بدیهیه بچه، کسی که میاد توی کامیونیتی اصلا کلا توی یه محتوایی رو میبینه طرف تحلیل میکنه، این
بدیهی ترین شرط عقله که آقا اون چیزی که اون میگه برای خودش داره میگه، شما حق نداری که رو دست اون معامله کنی. این از این. من دارم یه پلن 10 تقریبا 10 میلیونی ماکسیموم 10 میلیون تومان برای خودم میچینم، وره برمیدارم. این اون جایی که مثلا همستر 15% یه روز میریزه، من یه کوچولو ازش برمیدارم، اصلا هم بهش کاری ندارم آقا این فردا بیاد برسه. این ما هیچ دیتایی نسبت به این نداریم که در مورد زمانش صحبت کنیم. این حالا هم فروشنده داره، یعنی به شما قول میدم یه بالای کوچولو بده این شدیدتر میریزه. چرا؟ چون خیلی ها اینجا الان همستر دارن، به محض اینکه یه بالا بده اینا همه فروشنده میشن. همه اینا رو گفتم. من ماکسیموم 10 میلیون تومان میخوام رو همستر سرمایه گذاری کنم. چرا؟ بیایم رو چراش. میام روی سی. اینجا این دیسیژن پوینتی بوده، دی پی بوده، فلگی بوده، حالا من میگم به اسامی کاری ندارم، که من نمیم چرا اینقدر این ممتد از سمت راست، اینا هرچی میزنی بی انصاف کار نمیکنه. این اون فلگی بوده که زده تو سر این و این روند و ادامه دارش کرده. اینجا میبینید قیمت داشتیم می اومده بالا، حالا کاری نداریم به کجا این خورده، تو دلین. اوکی، بالاش هم اف اوه، یعنی بالاش این های ماکسیموم هایی که این کندل زده خورده به ام پی ال فلگ قبلیش، پس جای درست خورده. اوکی، بیایم پایین ترش، یعنی این فلگ لیمیت. این فلگ لیمیت ام پی الش این باکس. دوباره میگن این باکس کار نمیکنه، بی انصاف. این حد فلگ لیمیت ما اینجا اومده ازش خروج پیدا کرده، توی این نقطه اومده کینگ رو برداشته، سفارش رو برداشته، پس سفارش افتاده توی این دیگه. حالا توی این اوکی، دوباره ازش خروج پیدا کرده، سفارش افتاده توی این، دوباره ازش خروج پیدا کرده اومده برداشته، دوباره خروج پیدا کرده اومده برداشته، چه سی پی شده، یعنی کمپرس پترن شده، یعنی این شکلی شده. اومده پایین از اینجا برداشته، اومده پایین از اینجا برداشته، میگن سی پی، انتقال سفارش صورت گرفته. پس سفارش افتاده توی این محدود، این فلگ لیمیت. اوکی، افتاده توی این فلگ، چون سی پی اومده پایین دیگه. آخرین بسته سفارش اینجا بوده، اومده از پایین این گلف داده و اومده برداشتتش، پس افتاده توی این. همونطور که میبینید بعد از اینکه خروج پیدا کرده اومده این گلفش کرده. پس ما اینجا یه این گلف داریم که تارگت ندیده. تارگت ندیده یعنی چین؟ تارگت داره. تارگتش کجاست؟ این دهانشه، این کینگ امپیلشه. نمیدونم کدومه. یعنی چی نمیدونم کدومه؟ چون منطقش من سری قبل گفتم، اگر این خود دهانه این گلف باشه، اوکی، یعنی شما برید تا این، باید برید تو 10 ثانیه 5 ثانیه، این نهایتش 1 دقیقه است. این کینگ ها برای 1 دقیقه است. اگه تو 5 ثانیه این پیک ماکس این کینگ دهانه خودش این گلف باشه، شما می 100 اینجا. اگر نباشه اینجا فرقی نداره. این روندی که من دارم برای شما توصیف میکنم از پایین قرار باشه برگرده اینجا. الان میبینیم چقدر این ماکسیمم تفاوت این دو تا باکس 12%. یعنی اگه شما اینجا مثلا تیپیت باشه بیاد اینجا 12% بازار رو نگرفتی. چقدر این روندی که من دارم برای این میبینم چقدر ریخته بنده خدا. این حالا از هر جایی بخواد، مثلا من از اینجا میگم بخواد بیاد اینجا تقریبا 8-9,000%، 9,000%. زمانش نمیدونم، 2 سال دیگه من 10 تومن واقعا دیگه صفرم بشه دیگه. 10 تومن پول چیه مگه؟ بوکس سیگاری که من الان میگیرم 250 تومنه، میشه 4 تا 40 تا بوکس، پول 40 تا بوکس سیگاره. اهمیتی نداره، بذار باشه. وره دارم میگیرم، ولی اینجوری هم میشه روش. یعنی همین پلن سرمایه گذاری که من گفتم این کارو بکن. اوکی، الان یه کفی ساخته، همین چیزی که قبلا تو همین ویدیو گفتم، یه هایی میده دیگه. شما یه دست دیگه هم میداری،
های بعدی رو که داد شما میتونید تو پایینش ورود کنی، استاپتو بذاری زیر با همین دید سرمایه گذاری که من بهش گفتم. همین آشغالی که الان شما رو دارین ببینین، اینو فقط برای میگم که باشه تو کانال 8-9 هزار درصد توش خوابیده، چون اینجا ما این گلف داریم. این گلفه نمیتونه به قول معروف همینجوری رو هوا بمونه. این اگرم قرار باشه تا خونه خدا بریزه، یعنی بشه 1 پنی، باید بیاد اینو برداره بعد بشه 1 پنی. از همینجا نمیتونه بشه 1 پنی. اینم از کلاهبردار اعظم همستر. بریم بورس خودمون ببینیم چه خاکی سرمون بریزیم. شاخص رو اول یه نگاه بکنیم تو شاخص. خب این شاخصه. من اگه بخوام واقعا یعنی بدور از این شرایطی که الان ما توش هستیم صحبت کنم، همچنان میگم سمت این وای میستم که اصلاح شاخص کل تموم شده. همچنان میگم تموم شده. چرا؟ این A بوده دیگه. اصلا نمیدونم واقعا بچه‌ها میبینید این جایی که من دارم میگم یا نه. این A بوده، این B بوده، این 1 بوده، این 2 بوده فرضاً، این 3 بوده، این 4 بوده. نمیدونم چشتون عادت کرده به این چیزایی که من میگم یا نه. شما اگه بگی این 1 باشه، این 2 باشه، این 3 باشه، این 4ش انقدر بزرگ باشه، مثلا یه آدمی پیش میاد نمیدونم چه مثلا یه گوشش نرمال باشه، یه گوشش باشه اندازه یه در قابلمه، شاید شما یه دونه پیدا باشه تو تاریخ بوده. اینکه ما میگیم نرمال. این آقا شما بتونی همین الان برای من 10,000 تا از این کیس پیدا کنی. 10,000 تا از این توی 10,000 تا که نه 50 تا توی تمام چارتایی که میبینی پیدا کنی. همچنان من میگم احتمالاً اصلاح شاخص کل تمومه و این جنگ هم جنگ دامنه دار نمیشه. یعنی اون که قطعا میزنه، امیدوارم پالایشگاه مالشگاه اون رو نزنه، فقط یعنی اینقدر شرافت داشته باشه پالایشگاه ما رو نزنه، نیروگاه ما رو نزنه. ما همینجوری خودمون بدبخت هستیم، تو ته دنیا گیر افتادیم. نیروگاه ما رو نزنه، بره جاهایی که 3 نقطه رو بزنه حداقل اگر میخواد بزنه. اون قطعا میزنه. حالا اینکه اینا جواب میدن یا نه داستان، یعنی داستانش سواد من نیست، من سوادشو ندارم. با برادرم صحبت میکردم، گفت این تازه شروع نئوویوی داشت میگفت، تازه شروع چیز خودشه، منطق خودشه. من نمیدونم اینا چرا اون موقعی که مثلا باز خدا شاید همینجا داشتیم سیگار میکشیدیم با هم، اینجا بود مارکت، گفتم فلان این بازار مثلا تو موقع این 4 تا عدد بود، این 4 تا عدد میریزه ها. فیلمش هم هنوز تو گوشیم هست، شرط بستیم با هم. یه ناسزای شوخیگونه باحالی به من گفت فلان نگو مومن. بعد اینجا که میاد بابا دیگه این شما این نمیخوره به اینکه بخشی از این باشه، این قرار بود یه ریزموج باشه، اینی که میدن اینجا رفته قرار بود یه ریزموج از این باشه، نمیخوره قطعا، هیبتا نمیخوره. این تا همینجا باید میومد بالا یا نه ماکسیموم اینجا. اون میگه میاد تا اینجا تا 1,900. استاپ کجا برای این چیزایی که خزعبلاتی که من گفتم؟ این کف 1,917. الان میریم رو اهرم یا روی، میگم واقعا من الان تو اوج نمیدونم، یعنی که آقا نمیدونم، حسن و تجربه میگم تموم شده اصلاح شاخص کل. یعنی شاید تو این پایینایی که مثلا بیاد اینجا اهرم رو اهرم میبینی من ورود بدم، ولی خب طبعا هر آدمی میتونه اشتباه کنه. و این اعداد دوباره خود این عدد اینجا الان دارم میگن که اینا دوم در آوردن. دیدم علی کهیانی میگفت که اهرم، کی گفتی اهرم 1,250 کی تو صحبت کردی؟ تو اهرم اینجا بود. یعنی من دوباره باید برای تو یه پادکست بسازم، دارم با خدا شده با پیکنیک تحلیل دارم یه چیزی میکنم، یه ایده‌ای بهم بده دوباره بیام درست بسازمت. اینجوری نمیشه. من نمیدونم چرا رود به تو گیرم دادم، تو نتونستی درم هم بمالی. کی صحبت اهرم 1250 کردی؟ تو اهرم اینجا بود. حالا ما اینجا رفتیم تو دیوار حضرت عباسی، اینجا بود اهرم. گفتی اهرم دقیقاً 4 هست تو این استاش دیگه، اینجوری کشیدی، اینجوری شکل شماتیک کشیدی میاد پایین. خب اهرم خدا پدر بیامرز، اهرم از همین جایی که تو داری میگی اینجا بود فکر میکنم چون بالای 20-25% داد.
چارتش توی کانالش هست. خب پس منم الان میگم آقا شاخص کل یه چارت همینو میذارم، اینا همین چارت. اهرم 60,000 تومان. امروز هم تاریخ میزنم پایینشون میرم. 5 سال دیگه خب طبعا میشه 50,000 تومان دیگه. خب این که نشد ننجون منم جوری تحلیل میکنه. تو یه باید یه حد ضرر بذاری، یه حد ابطال برای چارتت بذاری. بابای منم الان 20 سال داره میگه که ما رو به فروپاشیم، بس اونم تحلیلگره. اهرم 60,000 تومان میشه. حالا بریم ببینید. حالا ممکنه اهرم از همینجا بیاد بشه 500 تومان ها، 500 تومان بیاد بشه از اینجا. چقدر ریخته؟ بعد بیاد بشه 60,000 تومان. تحلیل من درست بوده؟ 20-25% تحلیل شما رو بالاتر بد ریخت. بعد تو گفتی 1500 1250 رو از کجا آوردیم؟ به زودی میام. حالا امیدوارم، فقط یعنی باید دعا کنه که اینا همه بخوره، بره شاخص سمت 1600. اهرم من اینجا خودم ورود میدم روی این گره. این شما قرار ریسک کنی دیگه روی این گره توی تایم 1 ساعته ایمون. اینجا ورود میدم. گپ هم هست واقعا. این شما بریم بینی دیگه صفحه خرید بوده. تو 1 دقیقه شم بری هیچ چیز. اینا همه گپ. یعنی باید چی میگن پای بازار باشی که زد اینجا رو زد، احتمالا این کف هم میزنه، رد کنی بره. این باکس زرد اگر 1 پنی، من از ته قلبم امیدوارم این گلفشه ها، یعنی اگه بیاد اینجا اینو این گلف کنه، من ساعت رو دستم بپوشم اینجا اهرم میگیرم. این گلف بشه این باکس زرد که کفش از 15-14. تارگت ما اینجاست 12 چنده اینا دیگه، 12-22. بعدی مبارکه. اینم هیچی نداره. نمیدونم، شاید واقعا من رو شاخص دارم اشتباه میکنم، بازار همچنان داره پایینشو میده. واقعا میگم شرافتمندانه میگم نمیدونم، چون هر دو تا سبک به من داره یکی میگه برو چپ، یکی میگه برو راست. خودرو این امروز 3 میلیون حجم خورده، یعنی خاک بر سر سازمان بورس بریزم. خب بازار رو ببند. منی که الان فروشندم با چجوری بفروشم؟ مگه فقط خریدار حق داره؟ تو عملا داری با این کارت فقط به خریدار یه رانتی میدی. میگه آقا تو خریدی، من به خاطر اینکه سرمایه تو از بین نره بازار رو به این شکل مضحکی در آوردم. آقا منی که الان میخوام بفروشم باید چیکار کنم؟ چجوری بفروشم؟ بازار رو تعطیلش کن، خاک بر سرت بریزم که شما سر و تهتون همتون یک الباسه. شپنا بچه دید طولانیش نکنم الکی، همه 60 دارم ببینیم، همه رو دیدیم دیگه. اینم که آره گفتم قبلا 60 دارم. امیدوارم سلامت باشید. شب و روزتون بخیر.